دیگه وقتشه برم حموم. روتین کامل موهام قبل و بعد از حمام. اول از همه موهامو با برس فلکسی که مخصوص موی فر و بازکننده گره موه به آرومی از پایین به بالا برس میکشم تا جایی که تمام گره موهام باز بشه و شبیه شیر بشم. دقیقا یه همچین چیزی. گل در اومده از هموم، سنبول در اومده از هموم. یه مقدار از کرم موی کنتون مدل کرل اکتیویتور رو به کل دستام پخش میکنم و به کل موهام میزنم. حتما با برس فلکسی موهامو برس میکشم تا کرم مو به کل موهام پخش بشه. برای استایل موی فر به هر روشی مو کاملا باید خیس خیس باشه، یعنی موقع اسکرانچ کردن موها یه همچین صدایی باید بده. موهامو به آرومی اسکرانچ میکنم و برای خشک کردنش از باد سشوار استفاده نمیکنم. میذارم تو هوای آزاد خشک بشه. حالا روتین داخل حمام: شامپو آلویز مدل آنتی فریز، نرم کننده سایوس مدل کرمی و ماسک موی آلویز مدل آنتی فریز. وقتی موهام کاملا خشک شد به کف دستام مقداری کمی روغن آرگان میزنم و به صورت دستان دعاگو به ساقه موهام ماساژ میدم و تمام. اینم نتیجه.